کنسپسیا داشتم. یعنی طبق این کنسپسیا من باید تقریبا 1.5 سال دوام میکرد و در زمینه این کنسپسیا باید من مقصد من چی بود؟ تأسیس تلویزیونی عصری 21. بله. چون محیط شرایط برام دست نداد در محیط شهر دوشنبه که این 12-13 نکته و یا پونکتی کنسپسیه که من پیشنهاد کردم عملی شود و میدونستم که دیگر عملیش درش بگمان بود، چرا که هرچی که من میخواستم از جمله دو خواسته من چنین بود که تلویزیونی پایتخت رو به پنجم شبکه ملی تبدیل بدهم و در آخر و پخش ماهواره‌ای گذاریم تا اینکه اقصای عالم تلویزیون پایتخت رو تماشا کنند. چون هدفهای من اجرا نشد و حتی امکان نبود و حتی امکانیت ندادن که این هدفها رو من اجرا کنم و دیگر ضرور ندانستم در این سمت فعالیت کردن و استعفا دادم. خب چرا راضی نشدم؟ برای اینکه روزی دوشنبه از قسمت دوم روز جناب رئیس دعوت کردن محمد سید وحیدلویچ و گفتن که معاون یکم شما رو من تعیین میکنم و این معاون اکنون همزمان برنامه‌ساز، دیرکتور برنامه ها، مسئول و جوابگری کلی برنامه های تلویزیونی پایتخت خواهد شد و من دیدم که یعنی تمام وظیفه های رئیس تلویزیونی پایتخت گذشت به مقام معاون یکم. یعنی با شعلا موسوی که تا این زمان او ریاست فرهنگ شهر رو بر داشت. بله بله. و دیگر یعنی دستای من بسته شد. باز هم دیگر هیچ امکانی یعنی برنامه ساختن امکان نبود، ایده پیشنهاد کردن امکان نبود. تنها یک گفتن ممکن یک دیرکتوری تکنیکی و یا رمزی